روز سه‌شنبه صدها ساکن سنت پتربورگ نوبت می‌پاییدند تا برای زخمیان بمبگذاری در متروی این شهر شمال روسیه خون دهند. طبق اطلاع رسمی بر اثر ترکش روز دوشنبه در قطار مترو 14 کس به هلاکت رسیده، کمش 50 نفر دیگر جراحت برداشته‌اند. در شفاخانه‌ها کمبود خون به وجود آمده است و طبیبان از ساکنان سنت پتربورگ درخواست کمک نمودند. میخواهم کمک کنم، میخواهم خوبی کنم. این فاجعه نه تنها برای نزدیکان قربانی ها، این فاجعه تمام مملکت است. کمیته تفتیشات روسیه میگوید که مفتشانش هویت بمبگذار مرگ طلب متروی سنت پتربورگ را تشخیص کردند. او اکبرجان جلیلوف است که سال 1995 به دنیا آمده است. به غیر از آن کارشناسان آثار ژنتیکی جلیلوف را در خلطه پیدا کردند که با مواد ترکنده در ایستگاه پلوشاد وستانیا گذاشته شده بود. اکبرجان جلیلوف در شهر اوش قرقیزستان تولد شده است. او در سال 2011 بر اساس عریضه پدرش که شهروند روسیه است، صاحب شناسنامه روسیه شد. جلیلوف به سنت پتربورگ کوچیده، در آشخانه یک فروشگاه با آشپزی و در یک کارگاه دیگر با تعمیر ماشین مشغول بوده است. مادر، پدر و برادر خرد جلیلوف در قرقیزستان به سر میبرند. به نوشته رسانه‌ها، جلیلوف دائما به زیارت از نزدیکانش می آمد. روز سه‌شنبه در خانه جلیلوف ها قلف بود. نشریه‌های قرقیزستان ابراز داشتند که نزدیکان جلیلوف متهم با بمبگذاری مرگ طلبانه را به زودی به سنت پتربورگ برای بازپرسی انتقال می‌دهند. همسایه‌ها میگویند که هیچگاه با عائله جلیلوف ها مشکلی نداشتند. این عائله خوب است. آنها دوستانه معامله کرده هیچگاه جنجال نمی‌کردند. فرزندانشان هم خوب هستند. ما با پدرشان آشنا نبودیم، ولی هنگام واخوری ها به همدیگر سلام می دادیم. ما یکدیگر را در مسجد می دیدیم. او به کار می رفت و منی بازنشسته در خانه هستم. حالا مفتشان روسیه احتمال شرکت اکبرجان جلیلوف در گروه های جهادی را تفتیش می کنند.